ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. بعدا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران، خواهران، پدران و مادران و کل شنوندگان عزیز و گرامی قدرم، امروز خواستم قصه حضرت موسی علیه السلام و شیطان را بهرتان پیشکش نمایم که شیطان میخواست حضرت موسی علیه السلام را به فریب و وسوسه خود دچار بسازد. اما چی شد؟ بیایید با هم میشنویم. میگوید روز حضرت موسی علیه السلام برای مناجات با الله به کوه طور میرفت و شیطان هم در پی او روان شد. یکی از فرشتگان شیطان را فریاد زد و گفت از دنبال موسی علیه السلام برگرد که او کلیم خداست. مگر امید داری که بتوانی او را بفریبی؟ شیطان چه گفت؟ شیطان گفت آری، چنانه که پدر او حضرت آدم را به خوردن گندم فریفتم، از موسی هم امید دارم که چنین شود. حضرت موسی علیه السلام متوجه شیطان شد. شیطان گفت موسی کلیم، میخواهی که تو را 6 پند بیاموزم؟ حضرت موسی علیه السلام فرمود نه، نمیخواهم، من احتیاج ندارم، از من دور شو. همین لحظه بود که حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت ای موسی، صبر کن و گوش بده، او الان نمیخواهد که تو را فریب دهد. حضرت موسی علیه السلام ایستاد و فرمود هرچی میخواهی بگو. میگوید شیطان گفت آن 6 پند این است. اول این که در وقت دادن صدقه به یادم باش و زود صدقه بده که ممکن است زود پشیمانت کنم، گرچه آن صدقه کم و کوچک باشد، چون ممکن است همان صدقه کم تو را از هلاکت نجات دهد و از خطر حفظت نماید. دومین چیست؟ دومین گفت با زنان بیگانه و نامحرم خلوت نکن، چون در آن صورت من نفر سوم هستم و تو را فریفته و به فتنه می اندازم، وادار به زنا می کنم. سومین چیز چی گفت؟ ای موسی، در حال غضب به یادم باش، زیرا در حال غضب یعنی عصبانیت تو را به امر خلاف وادار می نمایم و آرزو می کنم که اولاد آدم غضب کند تا من مقصودم را عملی سازم. چهارم چی بود دوستان عزیز؟ به چیزهایی که خداوند از آنها نهی کرده است نزدیک نشو، چون هر کسی به آنها نزدیک شود من او را به حرام و گناه می اندازم. پنجمین چیز، در دل خود فکر گناه و کار خلاف را راه مده، چون اگر من دل را چرکین و غلیظ ببینم به طرف صاحبش دست دراز می کنم و او را اغوا می کنم، یعنی فریبش می دهم تا آن کار خلاف را انجام دهد. و شیطان می خواست که ششمین چیزش را بگوید. تا خواست که ششمین را بگوید، جبرائیل علیه السلام حضرت موسی را فریاد زد و فرمود ای موسی، حرکت کن و گوش مده که او میخواهد در نصیحت ششم تو را بفریبد. لذا موسی حرکت کرد و رفت. شیطان چی گفت؟ شیطان فریاد زد و گفت وای بر من، وای بر من، 5 موعظه را که اساسی کارم بود شنید و رفت. می ترسم که آنها را به دیگران بگوید و آنان هدایت شوند. من میخواستم پس از 5 کلمه حق او را به دام اندازم
و او و دیگران را فریب دهم، ولی از دستم رفت. بله دوستان عزیزم، در آخر چی میگویم دوستان عزیز؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خدایا را مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم.